من ساکن ناحیه چوچکوبود دوستم دادای محمد علی می باشم. عاید بیدادگری های حزب نهضت اسلام در سالهای گذشته ما شاهد آن هستیم که نهضتیان در اون لحظه های مدهش که جمهوری ما را به ورطه هلاکت آورده رسانده بودند و نافهمی ها و درگیری ها صورت گرفته بود، متاسفانه اکثر اون یراق بدستان و سلاح بدستان ناحیه ما را مسکن قرار داده و تمام مردم ناحیه ما زیر فشار و تعقیب آنها قرار گرفتند. و مثال زنده آورده می توانم که رئیس سابق رئیس ناحیه ما که محمود ادیف در آن سالها برای سیاست امروزه جمهوری بسیار سعی تلاش ها میکردند. این رئیس ناحیه را در یک دهه برده و طور وحشیانه به قتل رسانیدند.